با نگریستن به تعاملات روزمره انسان تصور کنید چند بار با کلاممان دیگران را افسون می‌کنیم. این تعامل در طول زمان تبدیل به بدترین جادوی سیاه می‌شود که به آن غیبت می‌گوییم. غیبت جادوی سیاهی در بدترین شکل خودش است، زیرا زهری ناب به شمار می‌رود. ما یاد می‌گیریم که میثاق غیبت‌گویی بسازیم. وقتی کودک بودیم تمام مدت از بزرگسالان اطرافمان غیبت می‌شنیدیم که آشکارا عقایدشان را در مورد مردم بیان می‌کردند. حتی در مورد افرادی که نمی‌شناختند هم عقایدشان را ابراز می‌کردند. سم عاطفی با این عقاید منتقل می‌شد و ما این را به عنوان شیوه نرمال ارتباط برقرار کردن یاد می‌گرفتیم. غیبت‌گویی تبدیل به فرم اصلی ارتباط در جامعه بشری و تبدیل به راهی جهت نزدیکی با دیگران می‌شود. زیرا از اینکه ببینیم حال دیگران نیز همچون ما بد می‌شود، احساس بهتری پیدا می‌کنیم. ضرب‌المثلی قدیمی است که می‌گوید بدبختی شراکت را دوست دارد و افرادی که در جهنم دارند رنج می‌کشند نمی‌خواهند تنها بمانند. ترس و رنج مهمترین بخش رؤیای کره زمین به شمار می‌روند، زیرا همانها هستند که رؤیای کره زمین را بر ما تحمیل می‌کنند. اگر ذهن آدم‌ها را به عنوان کامپیوتر فرض کنیم، غیبت همچون ویروس آن به شمار می‌رود. ویروس کامپیوتر بخشی از زبان کامپیوتر است که در زبانی مشابه با همان کدها اما با هدفی مضر نوشته می‌شود. این کد بدون کمترین انتظار و حتی بدون آگاهی شما وارد برنامه‌تان می‌شود. بعد از اینکه کد معرفی شد، کامپیوتر شما دیگر درست کار نمی‌کند یا حتی کاملاً از کار می‌افتد. زیرا کدها با پیام‌های متناقض زیادی در هم می‌آمیزند که توقف تولید نتایج خوب را در پی دارند. غیبت‌گویی انسان‌ها نیز به همان شیوه عمل می‌کند. برای مثال، کلاس جدیدی را با معلم جدیدی آغاز کردید که برای مدت‌های طولانی به دنبالش بودید. روز اول کلاس به کسی برمیخورید که آن کلاس را پیشتر پشت سر گذاشته است. کسی که به شما میگوید این مربی خیلی پر ادعا بود. خودش هم نمیدانست چه میگفت. در ضمن خیلی هم منحرف بود. پس مراقب باش. کلام و کد احساسی این شخص بلافاصله در ذهنتان منقوش می شود. اما چیزی که از آن بیخبر هستید انگیزه‌ای است که او هنگام صحبت کردن داشت. این شخص ممکن است به خاطر رد شدن در آن درس خشمگین باشد یا فقط بر اساس ترس و پیش داوری این گونه اندیشیده باشد. اما از آنجایی که یاد گرفته اید همچون کودک اطلاعات را قورت بدهید، بخشی از وجودتان این غیبت را باور می کند و این گونه سر کلاس می روید. همانطور که معلم شروع به صحبت می کند، حس می کنید زهری از درون در حال شکل گیری است، بی آنکه متوجه باشید که دارید از دریچه چشمان آن شخص غیبت کننده به معلم می نگرید. سپس با دیگر افراد کلاس نیز
در این مورد صحبت می‌کنید و آنها نیز معلم را به همین شیوه خواهند دید، به عنوان یک انسان پرمدعا و منحرف. شما واقعاً از کلاس متنفر می‌شوید و به زودی تصمیم به ترک کلاس می‌گیرید. شما معلم را سرزنش می‌کنید در حالی که این غیبت است که باید مورد شماتت و ملامت قرار بگیرد. تمام این برآشفتگی‌ها می‌تواند صرفاً از یک ویروس کامپیوتری کوچک ناشی شود. یک بخش کوچک از اطلاعات نادرست می‌تواند ارتباط بین افراد را در هم بشکند و باعث شود هر شخصی در برخورد با آن آلوده شده و آن را به دیگران نیز منتقل کند. تصور کنید که هر بار دیگران نزد شما غیبت کنند، ویروسی وارد کامپیوتر ذهنتان می‌کنند که باعث می‌شود هر بار با شفافیت کمتری بیندیشید. سپس تصور کنید در تلاش برای پاکسازی ابهام خود و رسیدن به آرامشی فارغ از آن زهر، شما نیز غیبت کرده و آن ویروس‌ها را به شخص دیگری منتقل می‌کنید. اکنون تصور کنید که این الگو به صورت زنجیری بی‌انتها در بین تمام انسان‌های روی زمین پیش برود. نتیجه می‌شود دنیایی پر از آدم‌هایی که می‌توانند اطلاعات را صرفاً از طریق جریان‌های محصور با ویروس سمی و مصری بخوانند. بار دیگر باید گفت که این ویروس سمی همان چیزی است که تولتک‌ها آن را میتوفتی می‌خواندند، همان آشوب هزاران صدای متفاوت که سعی دارند همزمان در ذهن صحبت کنند. بدتر از آن جادوگران سیاه یا هکرهای کامپیوتر هستند که عمداً این ویروس را منتشر می‌کنند. به زمانی بیندیشید که شما یا یکی از آشناهایتان از دست شخص دیگری عصبانی و در فکر انتقام گرفتن باشد. شما به منظور سردرآوردن از دلیل انتقام با هدف اینکه سمی را پخش کنید و احساس بدی در مورد آن شخص یا حتی خودش به او بدهید، یا چیزی به او میگویید یا در مورد آن ماجرا حرفی میزنید. وقتی کودک هستیم این کار را با بیفکری انجام میدهیم، اما بزرگ که میشویم با محاسباتی بیشتر برای پایین کشیدن مردم دست به چنین اقدامی میزنیم. آنگاه به خود دروغ گفته و میگوییم که آن شخص به خاطر اشتباهات خودش است که مجازات میشود. با نگریستن به دنیا از طریق ویروس کامپیوتری توجیه ظالمانه ترین رفتارها ساده می شود. چیزی که درک نمی کنیم این است که به کارگیری نادرست از کلام ما را بیشتر به دل جهنم می اندازد. پایان بخش 8.